مریم مجیدی هم که اسممو تغییر دادم، گذاشتم آیشه مجیدی، چون که خیلی از پارسال تا حالا موحد شدم. آقای انصاری، من خیلی برنامه‌های شما رو دوست دارم و ماه رمضان خیلی برنامه‌های قشنگتون رو نگاه میکردم و الان خیلی هیجان دارم برای اینکه بهتون یعنی میخوام باهاتون حرف بزنم. خیلی خوشم میاد از برنامه‌هاتون. من خودم افغانی ام، از بچگی سنی و مسلمون به دنیا آمدم، اما پدر مادرم جوری بودن که اصلا من مسلمون بار نیاوردم. به خاطر همون منم گرفتار همین خرافات و ترندیات این آخوندهای رافضی شدم. به خاطر همون میخوام بهتون بگم، ازتون تشکر کنم و این که فقط خدا خواست که من از دست اینا خلاص بشم. خیلی ببخشید، خیلی هیجان دارم امروز، چون که برای اولین بار برای دارم باهاتون حرف میزنم و صدامو دارم به گوش شما هم میرسونم، چون که من خیلی سختی‌ها کشیدم که تا یه موحد کامل بشم. چون تو مدرسه‌ای که بودم همه به حضرت عمر، حضرت عایشه و به کل اصحاب و اهل بیت کلا توهین می‌کردن. اصلا در حرف سنی‌ها مثلا گوش نمی‌دادن، خیلی بی‌ادبانه رفتار می‌کردن. به خاطر همین خیلی منم اصلا خوشم نمیاد. اصلا دروغاشونو که گوش میدادن چند روز بعد یا یک سال بعد که مثلا میگذشت میفهمیدم دروغاشون چجوری بوده، میفهمیدم که این دروغایی که میگفتن الان از ذهنشون رفته، با دوره یه دروغای جدید در همون مسئله میگفتن. مثلا وقتی که مثلا حضرت عمر میره، مثلا دروغایی که اینا درست کردن، حضرت عمر میره در خونه حضرت فاطمه، مثلا حضرت فاطمه رو زخمی میکنه، اینا در مورد این چیزا همه یه دفعه یه چیزی میگفتن، یه دفعه یه چیزی میگفتن، حتی همه چیز قراقاتی بود، نمی‌فهمید کدوم حرفشو باور کنی. به خاطر همون منم هی دنبال حقیقت بودم، میرفتم مسئله سنی ها رو میخوندم و حرفای سنی ها رو میشنیدم، بعد حرفای شیعه ها رو میشنیدم، کلا دنبال حقیقت بودم. چون که توی 16 سالگی همه حقیقت ها رو فهمیدم و نماز شروع کردم به نماز خوندن و یه سنی کامل خواستم بشم. و اینکه امسال که 17 سالمه جلوشون وایس دادم تو مدرسه، بهشون گفتم چرا همچین حرفایی میزنین، چرا به چه دلیلی همچین دروغایی میگین، برین به خودتون بگین که میریم به حضرت عمر در بهاران انوار خودتون به حضرت علی تشریف میگین، به چه حقی این همچین حرفایی میزنین. و تا اینو گفتن همه سرم ریختن، گفتم باید مدرسه خارج بشی اینا. من 3 بار میخواستم مدرسه بندازم بیرون اما نتونستم، چون که مدیر مدرسه از یکی دیگه باز دستور میگرفت. من خلاصه به من، چون که جلوشون وایستاده بودم، به من میگفتن وهابی، به من میگفتن نجس، به من میگفتن تو از گروه داعشی. به خاطر همون منم نمیتونستم زیاد کاری انجام بدم. از اون بر پدرم و مادرم منو تحت فشار میذاشتن، خیلی منو اذیت میکردن، میگفتن تو چرا همچین حرفایی میگی به اونا میزنی، اصلا موسی بدینش عیسی بدینش. منم میگفتم آره اولشون همینطوریه، همه ما مسلمونیم، چرا همچین دعوایی بکنن، چرا همچین حرفایی بزنن. اما خب دیدم نه، اینا به حضرت مولانا، حضرت عایشه توهین میکنن، اینا حرفایی میزنن که اصلا در شأن همچین خانم گلی که خانم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودن نیستش. واقعا جای شرم و حیات که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم احترام بذاری اما به خانومشون همچین آدم خوبی بودن نداری، واقعا جای شرمساریه که در قرآن همچین حرفا خدا ازش کسایی که همچین حرفایی بزنه رو تو جهنم میندازه.
الان نه اصلا ازشون ترسی هم ندارم و نمیخوام هم که ترس داشته باشم، چون که فهمیدم تنها خدا رو داشته باشی هیچ غمی دیگه نداری، هیچ ترسی نباید از کسی دیگه داشته باشی. من خیلی حرفای دیگه هم دارم و انشالله یه بار دیگه هم بهتون زنم، اما حالا بازم میخوام یه حرفای دیگه هم هست بهتون بگم. پدر من خیلی یه جور آدمیه که از بچگی چون خودش بی‌سوادوار اومده بود میخواست منم بی‌سوادوار بشم، میخواست منم اذیت کنه اینا. به خاطر همون به خاطر حرفای اونا چاپلوسی اونا رو کنه، اونا از دستش ناراحت نشن، اون رافضی ها اون معلم ها اونا ازش ناراحت نشن، به خاطر همون میومد منو دعوا میکرد، حرفای بد میزد، فوشای ناموسی میداد، خیلی حرفای بد میزد. با اینکه من دخترش بودم و همیشه من زیر بالا پر خودش بزرگ شده بودم، اما یه شب خیلی حسش گرفته بود، طرف اونا رو گرفت و اینا بلند شد منو چنان منو زد، حالم اینجا آمد. اما این دفعه مثل قبل دیگه که منو میزد اصلا ناراحت نشدم، اصلا غم تو دلم جا نگرفت. به خاطر اینکه گفتم خدایا شکرت، حداقل یک بار به خاطر حضرت عایشه، به خاطر مادر عزیزم کتک خوردم. ایشالله و این همه جون دیگه هم دارم فدای حضرت عایشه بشه، فدای خدا بشه. مگه ما چند تا جون داریم؟ اشکال نداره بزنن همین ما رو کشن، اون دنیایی هم هست. من بهشت رو میخوام، خدا رو میخوام، رسول الله رو میخوام، این که مهمه. قرآن میخوام. این شما کی هستین که جلوی منو بگید؟ حتی اگه پدرم هم باشی نمیتونی جلوی منو بگید، چون که من دوست دارم از دوستای خدا باشم و نمیخوام آدم بدی باشم و خداوند آدمای بد و منافق و مشرک و کافر رو اصلا دوست نداره. من به خاطر همون خواهرم هم گرفتار همچین خرافاتی شده بود. بعد جلوی خواهرم هم گرفتم، بهش گفتم اینا دروغه و اینا. به خاطر همون وقتی که ما هر دو تامون رفته بودیم اینجا با امام رضا در مشهد، این دفعه از امام رضا از اون قبره که هیچی توش نیست، خالی مشت خاکه، هیچی نخواستیم اصلا این دفعه اصلا دعا نکردم، همین که به خودم گفتم خدا هست، چرا از این بخوام؟ چرا مگه این چیه؟ اینم بیچاره مثل ما یه انسانی بوده اما خیلی آدم خوبی بوده که اینا دیگه اونو به مقام استغفرالله خدایی رسونده. اینا آدم نیستن آقای انصاری. من تو مشهد که بودم، تو همون امام رضا، تو همون مقعد شما، یه دفعه اشک از چشام در اومد، اصلا گریم اومد. گفتم یاد خونه خدا افتادم، یاد مدینه افتادم. گفتم خدایا چی میشه یک بار بعد از مرگ من اونجا ببری و یک بار من در بیت یعنی در مسجد الحرام نماز بخونم. آقای من خیلی دوست دارم عربی یاد بگیرم، خیلی، ولی به خاطر این معلمای رافضی، این مدیرای رافضی که به من تهمت زدن که مثلا تو داعشی با نامحرما را میرو اینا پدرم به جایی که به خاطر بره اونا رو سرزنش کنه که چرا به دختر من زدی، رفتی بهش یه تقویم خرید و بهش به معلم خانم مدیره کادو داد و این خانم مدیرم از خداش بود که هم یکی بیاد منت کشید که یکی بیاد منتش رو بکشه. اما پدرم خودش رو پیش اونا کوچیکه، چون که پدرم یه آدم منافقه. من اصلا پدرم رو دوست دارم، چون که نمازاش رو تون میخونه، اصلا بعض موقع اصلا نمیخونه، حرفای بد میزنه، چیزای بد تازه به شما خیلی حرفای بد میزنه، به شما میگه وهابی، به شما توهین‌های زیادی میکنه. به خاطر همون من اصلا از پدرم خوشم نمیاد، از مادرم کم خوشم نمیاد، چون میدونم اون بیچاره کسی رو نداشته بهش سواد یاد میده اینجوری. بعد ببخشید آقای انصاری زیاد حرف زدم، چون که این اولین بارمه که از ساله که مراهد شدم بهتون زنگ زدم. امیدوارم یک بار دیگه بهتون زنگ بزنم.
خیلی دوستتون دارم آقای انصاری و همینطور آقای فضل‌الحق سلیمانی و همه دستانداراتون و همینطور به آقای مجیب الرحمن بگین که فقط این نیست که توی کشور افغانستان شبکه‌های افغانی دختره میارن آهنگ میخونن و اینا، فقط اونا نیستن. این یه شبکه‌ای هست به نام تمدن که 24 ساعته تو ماه رمضان شبکه ایران رو نشون میده، همه آخونده رافضی ایران نشون میده. اصلا اینا نفهمید این شبکه مال ایرانه یا مال افغانستانه، کلا همش دروغ بود. این دروغ است. لطفا یه کاری کنین که این شبکه ها دیگه کم بیارن و اینا. آقای انصاری یه چیزی راستی همین هفته پیش که شنبه بوده، شب شنبه در کانال 6 ایران که خبرشه در مورد شما توهین‌هایی میگفتن، حرفایی میزدن، چیزایی میگفتن که اصلا با واقعیت جور در نمیاد. رفته بودن یه جوجه کارشناس آورده بودن در مورد شما توهینایی میگفت، مثلا این از طرف این شبکه از طرف شاهزاده های عربستان درست شده و فلان و فلان و فلان، از این حرفا دروغا میزنه. من کلا دروغ میگفتن همش.